بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گرانقدر حضرت آقای محمد آقای انصاری بزرگوار عزیز و دوست داشتنی، سلامت باشی. میشه خودتون معرفی کنی؟ شما که ماشاءالله هوش سرشار داشتی، همیشه ما رو با همین پی اول آقا ابراهیم. آقا ابراهیم بله. بله اون شب من چند 3-4 هفته قبل که با شما صحبت کردم، دوستان ما رو محکوم کردن، فکر کردن من سوء استفاده میکنم که یه نفر با اسم ابراهیم میام رو شبکه، یه نفر با رضایی، در صورتی که اینطور نیست. من 4 سال قبل یا 5 سال قبل که برای اولین بار با حضرت عالی صحبت کردم، سوال کردی اسم، گفتم ابراهیم فامیر رضایی، بعد دیگه شما با همیشه منو با ابراهیم صدا میکردی. چند مرتبه با صحبت کردم با ابراهیم، بعد او بیننده بدبین شده و فکر کنم من سوء استفاده کردم، اومدم رو خط که اینطور نیست. حالا میخوام اون بنده خدا توضیح بشه. محضر شریفتون عرض کنم که در خصوص آیه تطهیر که تو همین برنامه اخیرتون داشتین از تاریخ صحبت کردین، می‌خواستم یه چند تا نکته خدمتتون متذکر بشم، امیدوارم که مجاز باشم. بفرمایید. استاد بزرگوار، اینی که من میخوام به خدمت حضرت عالی بگم، هم شما و هم ما آیه تطهیر را چه بر امهات المؤمنین که شما مترتب می‌دونید و چه ما که بر پنجتن مخصوصاً و بعد ائمه اثنا عشر می‌دونیم، پیامبر را در این آیه دخیل می‌دونیم، شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم را. درست. یعنی پیامبر منها نیست، به اضافه است. و شما آیاتی را که در صدر میخونید قبل از آیه تطهیر تا برسید به اینجا، اولا که آیات صدر آیه ربط به این آیه ندارد. اونچه که مورخین و مفسرین نوشتن، اینها آیاتی بوده است که خلیفه عثمان در زمانی که قرآن را جمع کرده است، آیاتی که در خصوص امهات المؤمنین بوده است، اینجا آورده است، متمرکز کرده است اینجا. آیات صدر تا برسه به آیه تطهیر، آیه تطهیر طهارت رو شما میاد برای شرطیه قرار دادین که خدای متعال به زنان پیامبر میفرماد این کارو بکنید، این کارو نکنید، این راه رو برید، این راه رو نرید. همانا خدای متعال جل و علا اراده کرده است که شما را پاک کند. چه پاک کنندگی؟ و یکی از این پاک ها شخص شخیص خاتم المرسلین است که اصلا این جملات شرطیه‌ای که شما برای بانوان متذکر میشید و متصور میشوید، اگر بخواد مشمول این آیه بشن، برای رسول الله این شرایط نیست. در قرآن پیامبر مشمول این طهارت هست. و حرف این رو بدونم بعد حضرت علی در مقام جواب بر بیای، بر فرض که ما قبول کنیم که خیلی خوب امهات المؤمنین هم مشمول این آیه هستن. خب این طهارتی که خدا اراده کرده است با اون تأکید خاص خودش از امهات المؤمنین، باید این صفت متجلی بشد، تظاهر کند تا مؤمنین ببینند. حالا نمونه هایی را که در مقام دون اسمت، حالا اسمت هم باشد اون چه که پیامبر درش متجلی شده است، در سایر بانوان شما مثالاشو بزنید، کدوم این صفات ازشون متظاهر شده است؟ اینی که خدای متعال با این تأکید که من خدا اراده کردم، در صورتی که ما اون شروط رو قبول نداریم، وقتی خدا اراده کند او میخواد این کارو بکند، شرطی براش نیست که او اراده کرده است، چیزی مانع اراده او نیست که ظرف وجودی باید قابلیت پیدا کند، مظروف خدای متعال او ظرف را قابل بداند این صفت را بدهد. حالا حضرت فاطمه چون نفس پیامبر است و از صلب پاک خاتم المرسلین صلی الله علیه و سلم، ما میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها بی بی صدیقه اطهر مشمول این آیه هست و علی مرتضی و حسنین چون اولاد فاطمه هستند در صلب خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم. و غیر از بانوان ازواج همسران خاتم الانبیا، اگر ما سن عایشه را بپذیریم، اون چه که هست در تاریخ شده است و دلایلی هست که این نیست، بقیه بانوان غیر از عایشه و غیر از حضرت فاطمه، اینها بقیه در زمان شرک بودند. یعنی یه زمانی در جاهلیت و بتپرستی بودند
که نمیشود اینا را با با اینی که پیامبر و تقلب کف ساجدین، وجود مقدس خاتم الانبیا تا حضرت آدم، همه اجدادش و در اسلابش در طاهرین بودن، اجدادش تا حضرت آدم، بقیه ازواج که این صفت را نداشتن. چرا خدای متعال، البته الیاذ بالله، نعوذ بالله، چطور می شود، البته چرا نمیگم کفر نشه، چطور می شود که شما حضرت علی جواب بدید انشاءالله، چطور می شود اونی که دون مقام هست، مقام طهارت است تا اسلابش و اجدادش، بیاد در کنار حبیب خدا وجود مقدس خاتم الانبیا قرار بگیرد؟ بفرمایید جواب بدید استاد، من خسته شدم. تشکر از شما آقای ابراهیم بزرگوار. ببینید شما فرمودید که در زمان خلیفه عثمان رضی الله تعالی عنه و عن بقیت الصحابه اجمعین، شما فرمودید که قرآن رو دستکاری کردن و آیاتی رو اینور اونور کردن تا که، البته ما در این مورد یک کلیپ داشتیم، یک آخوندی میگفت که آیات رو دستکاری کردن، یکی دیگه میگفت که نه اینو عمدن اینجا قرار دادن و یکی میگفت نه بردن جای دیگه قرار دادن. به هر صورت این تناقضاتی است که متاسفانه وجود داره و ما کلا اینو رد میکنیم که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اینو دستکاری کرده باشه و دلیل ما، بزرگترین دلیلمون سکوت حضرت علی رضی الله تعالی عنه در مورد این قرآن است که اگر این کار میشد، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که به خاطر یک ناودان عباس شمشیر گرفت و در خیابانهای مدینه گفت هر کس که ناودان عباس رو بکنه من دو نیمش میکنم، دیگه در اینجا سکوت نمیکرد. به هر صورت شما فرمودید آیات دست جابجا شده. همین آیه رو اگر دوستان نشون بدن، آیه کامل خطاب به همسران پیامبر است. ما آیات قبل و بعدش رو کار نداریم. همین آیه خود تطهیر عبارت از خطابی است که به همسران پیامبر میشه. ببینید این قسمت کمی تیره کردم که متوجه بشید. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی. خطاب به همسران پیامبر است که ای زنان پیامبر، در خانه‌های خود بمانید و به شیوه زمان جاهلیت نخستین زینت‌های خود را آشکار نکنید. و اقمنا الصلاة و نماز را برپا دارید و اتینا الزکات و زکات بدهید و اطعنا الله و رسوله و الله و رسولش رو اطاعت بکنید. وقتی که شما این کارها را انجام دادید، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. وقتی که این کارها را انجام دادید، شما میشید یک مؤمن وارسته، یک مؤمن پاک، یک مؤمن که مورد رضای الله و رسولش هست و به این مرتبه میرسید که الله سبحانه و تعالی به وسیله خودداری شما از اون اعمال و انجام دادن این عبادات چی میخواد؟ میخواد که رجس رو از شما دور بکنه. ما گفتیم که این آیه رو ما در مورد همسران پیامبر، فرزندان پیامبر، سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول داریم. منتها استدلال به عصمت که معصوم هستند از گناه کبیره و صغیره در هیچ جای این آیه تجلی نمیکنه. یعنی عصمت به اون معنی که عصمت تکوینی باشد در خلقت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم آنطوری که شما اعتقاد دارید در این آیه نیست. ثانیاً رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشمول این آیه نیستند. دلیل ما این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که برگزیده شدن از طرف الله سبحانه و تعالی عصمت داشتن، معصوم بودن از گناهان کبیره و صغیره و اگر اشتباهی هم از ایشون سر میزد توسط وحی کنترل میشدن و اگر این طهارت و این پاکی و این عصمت رو نمی داشتن به مقام نبوت نمی رسیدن. نه اینکه بعد از سالها در مدینه منوره رسول الله صلی الله علیه و سلم مشمول این آیه قرار بگیره و الله سبحانه و تعالی بگه که من تو رو از رجس شیطان پاک میکنم. و اگر که ما بخوایم اینطوری تفسیر بکنیم آیات را، در آیه 11 سوره انفال عرض کردم که همین رجس و پلیدی و تثبیت اقدام و یعنی استوار کردن قلبها در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا تجلی میکنه. موضوع دیگر این که این آیه رو میگن در مورد علی و حسن و حسین و فاطمه زهرا رضی الله عنهم اجمعین نازل شده. بالفرض ما قبول کردیم. خب این عصمت برای این 4 نفر. بقیه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام زین العابدین علی ابن الحسین، امام باقر، امام کاظم، امام رضا، امام جعفر، امام نقی،
تا امام 12 که ما بهش اعتقاد نداریم میگیم به دنیا نیامده، بقیه اینا که بزرگواران اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و محبت اونها جزء اعتقادات ماست، جزء ایمان ماست. برای بقیه اینها ما چه دلیلی از عصمت داشته باشیم؟ چه دلیلی از قرآن داشته باشیم که اونها معصوم هستند؟ بفرمایید برادر بزرگوار. بله، از اونجا که از شروع بودم که فرمودید که در مورد آیات و این که در آیات تصرف شده باشد، الان تصرف نه ای که کم شده باشد رو من اینجا منظورم است. منظور این است که آیات را زید ابن ثابت در یه ملاقات با علی ابن ابی طالب در یه ملاقاتی که داشتن در زمان خلافت خلیفه عثمان به علی ابن ابی طالب یه اشاره که ما دیشب 700-800 تا آیات را جابجا کردیم، سندش رو من دیدم و در البدایه و النهایه الان یه سند پیدا کردم که ابن کثیر دمشقی میگه که در روزی که بر خلیفه عثمان دسترسی پیدا کردن و همون روز او را به قتل رسوندن، محمد ابن ابی بکر گفت ما تو را میکشیم به این جرم که تو قرآن رو عوض کردی. محضر شریفتون عرض کنم که در آقای ابراهیم رضایی برادر بزرگوار، در مورد این باب اگر بخواید باز بکنید برای من مشکلی نیست. من الحمدلله یعنی اینجا دست پر دارم در مورد قضیه تحریف قرآن، آیات جابجا شده نشده، این مسائل رو بذارید کنار. من الان سوال من از شما فرمودید که آیات جابجا شده. الان در همین آیه 33 سوره احزاب اول آیه خطاب به همسران پیامبر است، وسط آیه خطاب به همسران پیامبر است، 75% آیه خطاب به همسران پیامبر است، 25% آخری میگه که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این خطاب میگید که به علی و حسن و حسین و فاطمه زهرا رضی الله عنهم اجمعین است. الان پس تنها آیات جابجا نشده، خود آیه 33 سوره احزاب هم پس تحریف شده. بله، اجازه دارم جواب بدم؟ بفرمایید. محضر مبارکتون عرض کنم که حضرت استاده، چون که ما شأن نزول آیات رو اول باید در نظر بگیریم. اولا شما باید به ما سند نشون بدید که این آیات، این چند تا آیه که میخونید، اینا در یک زمان و در کنار همدیگه نازل شدن. این یک. دو اینکه اون آیه‌ای که فرمودید اونجا اصحاب را و بدریون را فرمودید که اونجا مشمول، اونجا رد فرموده است، رد نفرموده است، رد بار ز داره آخرش، اینجا میفرماد رد. سه اینکه اراده ی حق تعالی جل و علا دو نوع است. یه وقت خدا اراده میکند خودش کاری را انجام بدهد، یه وقت خدا اراده میکند که ما انجام بدهیم، اون اراده حق تعالی جامعه عمل بپوشاند. خدا اراده کرده از هر چه خلق میکند تمام بندگانش در صراط مستقیم باشند، اما خب نیستن. آقای رضایی برادر بزرگوار، الان سوال من خیلی واضح و آشکار بود. همین آیه 33 سوره احزاب، آیه 33 سوره احزاب شما فرمودید که آیات ما قبل و ما بعدش دستکاری شده. آیه 33 سوره احزاب که دقیقاً همین آیه تطهیر، الان از برادر و خواهر شیعه بپرسیم که آیه تطهیر کدومه، میگه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حفظاً همه اینو درسته، در حالی که این آیه تطهیر نیست، این جزئی از یک آیه است، جزئی از آیه 33 سوره احزاب. آیا آیه 33 سوره احزاب هم تحریف شده، دستکاری شده؟ اصلا استاد نمیخوام بگم تحریف شده یا دستکاری شده، میخوام بگم که اینها چون اون زمانی که قرآن رو جمع می کردن، اینایی که در خدمت خلیفه بودن و مشوره می کردن، اینها در کنار هم دیگه آیاتی رو که مواضع و مفاهیم تحت یه موضوع بود اونا کشیدن کنار هم دیگه. مشکل نیست، من به فرض محال این رو قبول کردم از شما. الان حرف من سر آیه 33 سوره احزاب است، مشهور به آیه تطهیر. این آیه اولش به همسران پیامبر است، میگه که وقرن فی بیوتکن. آیا اینم خطاب به فاطمه زهرا است که ای فاطمه زهرا تو در خونه بشین و مانند زمان جاهلیت خارج نشو؟ یا به فاطمه گفته که تو نماز بگذار، زکات بده، الله و رسولش رو اطاعت بکن؟ اولا اینجا صیغه جمع خطاب به زن هست، صیغه مؤنث ذکر شده، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. این آیه 33 سوره احزاب
این آیه هم شما میفرمایید که تغییر یافته یا خطاب در بدایت این آیه، در شروع این آیه خطاب مخاطب کی است؟ این هر کسی مخاطب این آیه باشد، این یک خطاب است از حق تعالی. عطاب تنبهی است، داره هشدار میده. جاهلیت اولا صفورا در زمان حضرت موسی علیه السلام، یه جاهلیت اولا داریم، ما یه جاهلیت اخرى در این امت ظهور نکند. و خاتم المرسلین هم در بین همسرانشون نشسته بودن. سند دارم، دیدم که پیامبر داشتن آرام آرام گفتن که آقای ابراهیم برادر عزیز، بذارید یک یعنی بحثمون در یک دایره محدود باشه تا بینندگان متشتت نشن. من در مورد آیه 33 سوره احزاب دارم صحبت میکنم. الان قبول کردیم حرف شما رو به فرض محال که حضرت عثمان خدای نکرده اومده اینو دستکاری کرده. پس اون آیه‌ای که قبل از این آیه بوده در قرآن اصلی چی آیه‌ای است؟ چون که این آیه را اگر به تنهایی ما بیایم بخونیم خیلی این عبارت رکیک میشه. یعنی خطاب به کی داره میگه که وقرن فی بیوتکن؟ ما در قرآن هیچ جا نداریم. ببینید در قرآن خطاب داریم یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین این کار بکنید. یا ایها الناس، در اینجا بیاناتی است برای کافه مردم. یا ایها الذین کفروا، یعنی خطاب قرآن واضح و آشکار است. مخاطب این آیه کی است که الله سبحانه و تعالی میگه وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی؟ همینجاست که استاد، همینجاست که ما به مشکل برمیخوریم که شأن نزول آیات رو نمیریم سراغش. که خیلی خوب اینجا یه آیه مخاطب کیست؟ خدای متعال که عبث صحبت نکرده است که خدای متعال اینجا منظور داشته یک کسی مراد بوده است. کی مراد بوده؟ بدون شأن نزول. کی مراد بوده؟ بله، کی مراد بوده؟ خدای متعال میفهمه یه جاهلیت اولاش که نه من منظورم وقرن فی بیوتکن. ببینید آقای رضایی، وقرن فی بیوتکن، ای زنان شما در خانه های خود بشید. این زنها کیا هستن؟ خب از بنات رسول الله که این مسئله مخاطب نیست. یعنی دختران رسول الله اگر چنانچه در وقت بوده باشند مخاطب نیستن. این دختران میاد پیامبر چیز شدن. نساء المؤمنین هم که مخاطب نیستن، پس میشن همسران را خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. پس مخاطب همسران پیامبر هستن در شروع آیه تطهیر، درسته؟ بله درست. بعد اینجا وقرن فی بیوتکن، نه این چیزن، این همسران خاتم الانبیا هستن. خب و به دنباله آیه این که و اقمنا الصلاة و آتینا الزکاة و اطعنا الله و رسوله، اینا همه مخاطبین همسران پیامبر هستن، درسته؟ بله. بعد همین قسمتی که جزئی از آیه است انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، این فقط مختص برای فاطمه و حسن و حسین و علی است رضی الله عنهم اجمعین، درسته؟ بقل جور در میاد. اجازه بدید بگم علت درسته. آره اینی که میگید، اما خب باید یه شرحی میخواد، یه شرحی داره. خیلی کوتاه شما. اولا که در امت زنانی هستن که اینها نماز خوندن، حج رفتن، زکات دادن، پاک دامن بودن، قائم اللیل بودن، صامت النهار بودن. اگر این طهارت را، این طهارتی که خدای متعال می‌فرماد انما من اراده کردم که این طهارت رو بیاورم برای شما، خب در بقیه زنان مسلمانان نساء المؤمنین، بعد نساء المؤمنین این متجلی شده است. دو اینکه اون چه که خدای متعال می‌فرماد در ظهور طهارت در حضرت زهرا این ظهور کرده است. حضرت فاطمه، حضرت زهرا را اگر شما خطایی ازش سراغ دارید بگید با این که مشمول این آیه هست. اونه که میدونی که میگن مشمول این آیه هست. الان برادر گرامی آقای رضایی، الان اینجا کلمه رجس اومده. این رجس چی بوده که الله سبحانه و تعالی میخواسته که از اینا دور بکنه؟ رجس جمعی آلودگی هاست. یعنی آلوده بودن، یعنی اینا آلوده بودن، یعنی الله سبحانه و تعالی خواست از اینا دور بکنه. نه ببینید، نه آلودگی ببینید، مثلا بوی بد دهان، گی چشم، مثلا بوی بد زیر بغل، عرق تن انسان ها بعضی متعفنه. هر نوع بدی را، هر نوع، ببینید در مقابل خاتم الانبیا هست پیامبر از مسیر رد شد تا دقایقی یا لحظاتی از اون طرف بوی عطر ساطع بود، بوی مشک ساطع بود، عطر بهشتی.
این یکی از ظواهرش، اشتقاقات. آقای رضایی اجازه بدید من اینجا با شما مخالفت بکنم. چرا که سیدنا و حبیبنا حسن ابن علی رضی الله عنهما ایشون این آیه رو تفسیر کردن برای ما. من از مصادر خودتون نشون میدم. این بهارالانوار است، عزیزان نشون بدن. تشکر احمد جان. بهارالانوار، اینم صفحه بعدش جلد 69. تشکر احمد جان گل. اینم در صفحه 97. در اینجا ببینید ایشون میان این آیه رو تفسیر میکنن. و اقول معشر الملأ، این جزئی از خطبه سیدنا حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما است که بعد از صلح با معاویه این رو ایراد کردن. ای مردم فاستمعوا ولکم افئده و اسمع، ان اهل بیت اکرمنا الله بالاسلام، ما اهل بیت کسانی هستیم که الله سبحانه و تعالی ما رو تکریم کرده به اسلام، و اختارنا و ما رو اختیار کرده، و استفانا و ما رو پاک کرده، و اجتبانا فاذهب عنها الرجس، از ما رجس رو دور کرده، و طهرنا تطهیرا و ما را پاک کرده، و رجس هو شک، رجس یعنی شک، فلا نشک فی الحق ابدا، ما در مورد حق هیچگاه دچار شک نمیشیم. پس رجس پلیدی نیست، شک است، طوری که حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما فرمودن. من سوال بعدی ما تکرار میکنم خدمت شما جناب آقای رضایی. الان شما این آیه رو دلیل اسمت میگیرید برای 12 نفر، در حالی که این آیه در شأن نزول شما اصرار داشتید که ما بریم دنبال شأن نزول. رفتیم دنبال شأن نزول، دیدیم که در سیرت رسول الله در حدیث شریف ذکر شده که این آیه در مورد حسن و حسین و علی و فاطمه رضی الله تعالی عنهم اجمعین نازل شده. پس این آیه دلیل بر اسمت همین 4 نفر است. بالفرض محال که قبول کنیم حرف شما رو، بقیه اهل بیت 12 امام، بقیهشون دلیل اسمتشون از کجاست؟ اونا خب میتونن وارث این طهارت بشن به تبع. خب چرا فرزندان علی ابن ابی طالب همه وارث این طهارت نشدن؟ چرا فرزندان حسین ابن علی ابن ابی طالب همه وارث این طهارت نشدن؟ چرا فرزندان حسن رضی الله عنه وارث این طهارت نشدن؟ چرا تعداد معینی این 12 نفر وارث این طهارت شدن؟ دلیل چیه؟ اون خدا انتخاب کرده. اون انتخاب کجا؟ خدا. در کجا؟ چرا فرزندان عبدالله، چرا فرزندان عبدالمطلب، اینا در کجا گفته که این 12 نفر اسمت دارن؟ یک دلیل از قرآن بیارید. تا حسن و حسین که داره دلیل قرآنی که حتی همونا هم دلیل اسمت از قرآن ندارن، اما ما بالفرض محال قبول کردیم از شما فرزندانشون دلیل اسمتشون از کجاست؟ ما وقتی که پیامبر فرموده است اوصیاء من 12 نفر هستن، وقتی تا حسین طهارت را براشون قبول کردیم. از قرآن گفتم برادر بزرگوار، از قرآن گفتم. ما که روایات شما که همش دروغه، ما اینجا ثابت کردیم که این روایت 12 امام دروغه. 12 تا نیست بلکه 13 تاست در کتابای شما. از قرآن دلیل بیارید. بحث ما فعلا بحث قرآنی است. بحث ما بله بحث قرآنی. چون اگر من احادیث شما رو قبول می داشتم که دیگه شیعه اثناعشری می شدم، اینجا نمی اومدم که علیه این مذهب صحبت بکنم. خب همینطور ما همینطور. درسته. الان شما دلیل از قرآن بیارید. من قرآن رو قبول دارم، روایات شما رو قبول ندارم. شما استناد کردید به خطبه، به کلام حضرت مجتبی حسن بن علی که حضرت رجس را به معنای شک در این چیز آورده. خب این یکی از اشتقاقات رجس است. همه رجس که حضرت نفرموده یعنی شکه. یکی از مفاهیم و یکی از معانی که بر این قاعده اینجا آیه رو ببینید. اینجا شما یک بار دیگه نشون بده احمد جان. اینجا آیه رو ذکر می کند دقیقاً همون چیزی که فاذهب عنا الرجس و طهرنا تطهیرا، دقیقاً همون چیزی که در آیه است. میگه که الرجس هو الشک فلا نشک فی حق ابدا، در مورد حق هیچ وقت شک نمی کنیم. نگفته. ببینید ما باید کمی دقیق باشیم در تعبیرمون. اینجا سیدنا حسن ابن علی اینطوری فرمودن. شما اگر دلیلی دارید که رجس معانی بیشتری داره که از کلام معصومین به قول شما باشه، بفرمایید مصدرتون رو بگید. اما سوال من اینجا بود که شما دارید از این جواب به اصطلاح چه بگم گریز میکنید که دلیل اسمت بقیه ائمه چی است؟ از قرآن کریم بیارید برای من.
جناب آقای انصاری بزرگوار، اگر ما گفتیم طهارت یعنی پاکی، آیا فقط در لغت معنا طهارت مساوی با پاکی؟ اگر یکی دیگه یه معنی دیگه بر این قاعده گذاشت بر معنای طهارت، آیا این مشمول این طهارت نمی شود؟ می شود. منتها ما اینجا فعلا داریم در کلام معصومین به قول شما داریم صحبت می کنیم که اونها از من و شما یقینا بهتر می دونن این چیزا رو. خب خود پیامبر مقام اسمت دارد و مقام طهارت مشمول طهارت، حالا میگه مشمول آیه تطهیر نیست، مشمول طهارت هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از این آیه به 13-14 سال قبل از این آیه که به پیامبری مبعوث شدن مشمول طهارت و پاکی از رجس و همه چیزا بودن. ما در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت نمی کنیم. ما در مورد اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم صحبت می کنیم که شما فرمودید که رجس یعنی پلیدی. رجس یعنی پلیدی. ببینید اون رجسی که در اینجا منظور از سیدنا حسن ابن علی میفرمایند که منظور شک در حق است، چون ما اهل سنت اعتقاد داریم که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان‌های پاکی بودند. اصلا تصور نمی کنیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه مرتکب یک گناه کبیره‌ای بشه که به اصطلاح مخالفت با الله و رسولش باشه، یا همچنین سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدة النساء العالمین فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها مرتکب گناهی کبیره بشن، مرتکب گناهی بشن که خلاف مروءت باشه. این اصلا ما این تصور نمی کنیم در این مورد. منتها در اینجا ما می‌خوایم که این آیه در اون سیاقی که اومده تفسیر بشه و تحلیل بشه. من 2 سوال از شما کردم. اولا که این آیه‌ای است که تنها آیه 33 سوره احزاب در مورد همسران پیامبر است. خودتون اقرار کردید. چطور جزئی از این آیه رو شما میایید تطبیق میدید به فاطمه و حسن و حسین و علی و بقیه رو مستثنا میکنید و دلیل میارید این آیه رو برای عصمت 12 امام، در حالی که این شأن نزولش هست در مورد 4 نفر نه 12 نفر؟ این یکی. ثانیاً برادر بزرگوار، شما که وقتی میگید این آیات دستکاری شده، بیارید همون سوره احزابی رو که آیه اول تا آیه 34 دستکاری نشده باشه مرتب باشه که ما حداقل مشکل من و شما حل بشه دیگه، نه شیعی باشه نه سنی. اگر لطف کنید در 1 دقیقه جنبندی بفرمایید تا خدمت شما مرخص بشیم. شما منو متهم میکنید که من گفتم آیه دستکاری شده. من نگفتم آیه دستکاری شده، گفتم آیه جای دیگه بوده مربوطی. این آیات رو آورده اینجا. آیات قرآن ما به صورت انشا نمیخونیم، ما قرآن را صدر آیات را نمیگیم این آیه به این مربوط میشه، چون 5 تا آیه بگم اونجا جلو آیه چی گفته به این آیه مربوط به این. 1 2 اینکه میفرمایید من قبول کردم که این آیه مشمول ازواج رسول الله. من همه دلایلم میخوام بیارم که نه نیستن. این 20 دقیقه از وقت حضرت عادل گرفتم میخوام دلایلی بیارم که نمیتونن مشمول این آیه باشن. اگر ما حرف حسن ابن علی را در مورد رجس قبول کنیم که رجس یعنی شک، پس زنان پیغمبر دوچار شک بودن که قرآن متذکرشون میشه که شک نکنید. شک در چی داشتن؟ در توحید داشتن یا در نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم؟ شک در هیچ چیز نداشتن. اگر همون آیات را قبول کنیم در قرآن متذکر میشه که نماز بخونید و نمیدونم اون کارو بکنید و در خونه هاتون بمونید و به طرز جاهلیت نشین و چه این حرفا. اگر قبول کنیم مجلسی تا به شما رو مشمول طهارتتون کنیم. اگر در مورد فاطمه زهرا و حسن و حسین هم قبول بکنیم این آیه رو، پس آیا اونها نماز نمیخوندن، زکات نمیدادن، اونها شک داشتن، اونها مشکلی داشتن که الله سبحانه و تعالی این آیه رو نازل کرد براشون؟ همین سوال برمیگرده به خودتون. من تشکر میکنم از شما. بینندگان ان شاءالله قضاوت میکنن در مورد این گفتگویی که با شما صورت گرفت. من یک سوال دارم خارج از این بحثا آقای رضایی برادر بزرگوار. به نظر شما ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک زن بهشتی است یا نه؟ محضر مبارک شما عرض کنم که جناب استاد من از شما خیلی خیلی سپاسگزارم، هم از متانت شما، هم از کرامت شما و هم از بزرگواری شما و همین که من و شما میتونیم با این تماسمون منعکس کنیم که ما در 2 پست مخاطب میتونیم با هم صمیمی باشیم و صحبت کنیم. اما اینی که میفرمایید که ام المؤمنین عایشه میتوانند بهشتی باشن نه، چرا این سوال از من میکنید؟ وقت بینندگان را نسبت به من
چیز بکنین. اگر نظرم رو بگم وقت تو دفعات بعدی میترسم وقتی زنگ بزنم بینندگان شما را بهتون حمله کنم. نه آقای رضایی خاطرتون جمع باشه، ما فقط در اینجا صراحت صداقت میخوایم. یعنی نفاق راستش من دوست ندارم و همچنین بینندگان فهیم شبکه وصال حق دوست ندارن نفاق رو. در اینجا اگر یک انسان کافرم بیاد با من بحث بکنه من خیلی، چون اصلا گفتگو یک منهج قرآنی است حتی با شیطان. الله سبحانه و تعالی با ابلیس گفتگو کرد در قضیه سجده نکردن به آدم علیه السلام. در قرآن کریم ذکر شده ای ابلیس تو چرا سجده نکردی؟ خب این گفتگو هست یا نه؟ الله سبحانه و تعالی با شیطان گفتگو میکنه. الله سبحانه و تعالی در قرآن با کفار انگار داره محاوره میکنه، به اصطلاح واقعیت اونها رو بیان میکنه، سرانجام اونها رو بیان میکنه. من فقط یک جمله بله یا نه، آیا ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها بهشتی هستن یا نه؟ کاش که اول برنامه این موضوع میگم نه، ولی خب باید توی برنامه دیگه دلایلمو بگم. تشکر از شما. خواهش میکنم، متشکرم. خدا نگهدارت. زنده باشین ان شاء الله. خداحافظ.